وقتی این استعمارگرا برای روش جدید استعمارشون میخواستن کشور جدید اسرائیل رو به وجود بیارن، خیلی از کشورها مثل آمریکا و شوروی به ایجاد کشور اسرائیل رأی مثبت دادن، اما یه سری کشورهای معدود به شدت مخالف تشکیل کشور اسرائیل بودن. اسم کشورهایی که با تأسیس یه پایگاه استعماری تو قلب خاورمیانه مخالف بودن: یمن، افغانستان، مصر، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان و سوریه بود. دقت کردید 90% مخالفها با تأسیس کشور اسرائیل دقیقاً همین کشورهای منطقه ما بودن، همون کشورهایی که طعم تلخ استعمار رو چشیده بودن و با همه اختلافاتشون میدونستن اگه یه پایگاه توسط انگلیس، آمریکا و شوروی اینجا تأسیس بشه و همه سلاحش توسط اونا تامین بشه، میشه یک پایگاه نظامی بزرگ وسط مهمترین جای خاورمیانه. اما متاسفانه این پایگاه استعماری شکل گرفت و فعلا اجمالاً بدونید که شروع استعمار غیر مستقیم که پروفسور وبستر دقیق توضیح داد با شکلگیری اسرائیل همزمان شد و روند جدیدی تو خاورمیانه از سال 1948 شکل گرفت. ما تو این بخش داشتیم میگفتیم که در مقابل استعمار حتما باید توان دفاعی و نظامی خودمون رو تقویت کنیم و بعد گفتیم که از جنگ جهانی دوم به بعد استعمار به خاطر اینکه تصرف کشورها براش هزینه داشت، روش استعمار غیر مستقیم رو انتخاب کرد. و بعد گفتیم تو سال 1948، یعنی فقط چند سال بعد از جنگ جهانی، یه پایگاه استعماری تو مهمترین جای جهان یعنی خاورمیانه ایجاد کرد و اسمش رو گذاشت اسرائیل. وقتی استعمارگرا اسرائیل رو تشکیل دادن، 2 تا کار عمده می‌خواستن بکنن: یکی تقویت اسرائیل و یکی تضعیف کشورهای منطقه. طرحی که برای تضعیف کشورهای منطقه داشتن طرح تجزیه کشورهای بزرگ بود. همون اوایل پادکست هم گفتم کشورهای بزرگ برای استعمارگرا سم بودن. برای همین چون پایگاه اونها یعنی اسرائیل خیلی کشور کوچیکی بود، برای تأمین امنیتش بجز سلاح باید یه کار دیگه هم صورت میگرفت و اون کار تجزیه کشورهای خاورمیانه بود. یعنی تا میشه کشورهای این منطقه کشورهای کوچولو موچولو باشن. این طرح اسرائیلیا طرح پوشیده‌ای هم نبود. تو خود سازمان ملل خاخام فیشمن گفته بود که ما طرحمون از نیل تا فراته و عین متن حرفهای خاخام فیشمن تو سایت سازمان ملل هم موجوده و ما اسنادش رو هم تو سایتمون میگذاریم. این قضیه تا سال 1980، یعنی تا بعد از انقلاب ایران، به طور شفاهی نقل شده بود. اما سال 1980 اوداد اینون، مشاور ارشد آریل شارون، این طرح رو مکتوب و رسمی کرد. طرح اوداد اینون اعلام کرد که اسرائیل به طور رسمی از نیل تا فرات رو خواهد گرفت و کشورهای منطقه رو به کشورهای بسیار کوچکی تقسیم خواهد کرد. این طرح حتی امروز هم توسط وزیر اسرائیل بیان میشه و اخیراً وزیر دارایی اسرائیل به این طرح تاکید کرد و حتی عربستان و قطر رسما به این حرف اعتراض کردن. اصل متن اینون به صورت عبریه، اما اسرائیل شاهاک اون رو ترجمه کرد و امروز تو دانشگاه‌های معتبر کمبریج و آکسفورد هم جزء منابع مطالعاتیه. یعنی اینجوری نیست که یکی تو پستوی طرحی داده باشه، بلکه این طرح یکی از مواضع رسمی اسرائیلیاست. بند دوم این طرح اصلی ترین بندشه که یک جمله مهم میگه: اسرائیل برای زنده ماندن 2 چیز میخواهد، یکی بزرگتر کردن خودش، یکی کوچکتر کردن بقیه، و برای کوچکتر کردن و تجزیه سایرین باید کشورها را فرقه کند تا همیشه با هم درگیر باشن. و اینجاش جالبه که به تعبیر خودش میگه همه این دولت‌ها باید اسمال استیت بشن، یعنی یه سری دولت کوچولو موچولو. طرح اوداد اینون بازم این مسئله خطرناک رو به ما یادآوری میکنه که کافی از نظر دفاعی ضعیف باشیم تا سریع این پایگاه استعمار طرح خودش رو پیاده بکنه و باز به ما نشون میده قدرت دفاعی و اتکا به قدرت نظامی خودمون تو این منطقه از نون شب برای ما واجب تره. تا اینجای پادکست اهمیت رکن اول پیشرفت یعنی توان دفاعی و مقاومت جلوی استعمار رو گفتیم. بعد از جنگ جهانی استعمارگرا به خاطر دلایل مختلف وارد فاز غیر مستقیم شدن و برای این فاز غیر مستقیم و برای اینکه قدرت نظامیشون حفظ شه، تو قلب خاورمیانه یعنی جایی که اروپا، آفریقا و آسیا به هم متصل می شدن، یه پایگاه مهم زدن. پایگاهی که همه استعمارگرا عاشقش بودن، بچه نور چشمی آمریکا، شوروی و بریتانیا، که اسمش اسرائیل بود.
بخش اهمیت قدرت نظامی رو همینجا تموم میکنم و فقط میگم بعد از تشکیل اسرائیل باید توی یه سری پادکست های مجزا دقیق سندهایی بیاریم که نشون میده این یه پایگاه کاملا استعماریه و بعد دقیق توضیح بدیم که چطور اسرائیل تو این منطقه میخواد اهداف خودش رو پیش ببره. حالا وارد بخش بعدی میشیم که امروز چی تو جهان خیلی مهمه که ما میتونیم با حفظ قدرت دفاعیمون به اون چیز خیلی مهم برسیم و راه پیشرفت اقتصادی رو طی کنیم. گفتیم یکی از مهمترین چیزها در اقتصاد اینه که شما محصولی داشته باشید که همه بهش نیاز داشته باشن و بتونید اون محصول رو تامین کنید و امنیتش رو حفظ کنید. ما گفتیم 500 سال پیش اونی که همه دنیا بهش نیاز داشتن طلا بود. 150 سال پیش چی بود؟ نفت بود. حالا الان اون چیزی که همه احتیاج دارن و ما هم اون رو داریم چیه؟ اینو اگه بتونیم جواب بدیم و اون محصول رو تقویت کنیم، رکن دوم پیشرفت اقتصادی رو هم تامین کردیم. ما به جز نفت که هنوزم یکی از مهمترین کالاهای جهانه و به جز منابع معدنی که کشور ما داره، یه چیز مهم داریم که تو اقتصاد امروز جهان جزو اولویت هست و به تعبیر بعضی اندیشمندا اصلا جنگ تو جهان بر سر همین مسئله است. اینجا یه مقدمه کوتاه بگم. از حدود 20 سال قبل نظم اقتصادی دنیا تفاوت‌های جدی کرد. چه تفاوتایی؟ این که یه سری کشورهای صنعتی که همیشه ابرقدرت بودن دیگه تولید براشون خیلی نمیصرفید و اون وقت تولید تو بخش شرق آسیا متمرکز شد. طبق آمارهای معتبر اقتصادی حدود 43% کل تولید دنیا تو 3 کشور چین، هند و کره است. خصوصا چین و هند هم همینطور روز به روز دارن رشد میکنن. خب مخاطبای ما هم اینو میدونن. الان موبایلتون چه سامسونگ چه آیفون چینیه، لپتاپتون چینیه، ماشینتون قطعات اصلیش چینیه، هدفونتون که دارید به این پادکست گوش میدید چینیه. چین الان بزرگترین قطب تولید جهانه و روز به روز هم داره بزرگتر میشه. پیش بینی غول‌های اقتصادی دنیا اینه که اقتصاد هند و چین روی هم تا 30 سال آینده 35% کل دنیا رو دستشون میگیرن، در حالی که آمریکای اون موقع به علاوه کل اروپا روی هم فقط 21% اقتصاد دنیا دستشونه. اگه سایر کشورهای شرق آسیا مثل ویتنام و اندونزی هم در نظر بگیریم، قطب تولید دنیا میشه شرق آسیا. این نشون میده نقش اصلی اقتصاد جهان روی دوش شرق آسیاست و فقط چین و هند که اون موقع بخش مهمی از جمعیت جهان رو هم دارن، بیشترین سهم رو در اقتصاد دنیا خواهند داشت. با این مقدمه مهمترین چیزی که امروز و آینده اقتصاد دنیا رو تضمین میکنه اینه که تو اقتصاد امروز اگه کسی راههای ارتباطی و حمل و نقل یا به اصطلاح کوریدورها دستش باشه، کل اقتصاد دنیا دستشه. کوریدورها چیزی هن که آینده اقتصاد جهان وابسته به اونهاست و اگه کشوری بتونه پذیرای این کوریدورها باشه، میشه بازیگر اصلی اقتصاد دنیا و اقتصادش پیشرفت خارق‌العاده‌ای میکنه. اگه 500 سال پیش کل دنیا دنبال طلا بود، نبض اقتصادی دنیا روی طلا بود. اگه 150 سال قبل نبض اقتصادی جهان روی نفت میگشت، امروز و
آینده اقتصادی جهان روی کریدورها میگرده و ایران و 2-3 تا کشور دیگه از نظر کریدوری خارق العاده ترین موقعیت جهان رو دارن. ایران شاهراه شمال به جنوب و شرق به غرب دنیاست. دانشگاه آمریکایی بیروت که یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی آمریکاست، یه تحقیق خیلی جالب و مفصل انجام داده درباره اهمیت کریدورها. مقالش هم خیلی تازه منتشر شده و برای چند ماه قبله. اونجا یه جمله طلایی داره، میگه آینده اقتصادی و حتی سیاسی خاورمیانه رو کریدورها شکل میدن. این خیلی نکته مهمیه که آمریکایی‌ها اعتراف میکنن. حالا از اینجا باید بحثو باز کنم و بگم اونی که دنیا بهش نیاز داره و اونی که اقتصاد دنیا رو تأمین میکنه کریدوره و ایران نقش اساسی تو این کریدورها داره. کریدور یک کلمه انگلیسیه که معنی دقیقش میشه راهرو. حالا چرا به راههای مهم ارتباطی بین کشورها میگن کریدور یا راهرو؟ مثلا چرا نمیگن راه یا وی؟ چون راهرو معمولا حفاظ داره، پوشش داره، محافظت شده است. راهروها معمولا داخل یه ساختمونن، همینجور ولو باز نیستن. کریدورم اهمیتش تو امنیتشه. اگه کریدور راه امن و حرفه‌ای باشه، اصلا بخشی از تولید کشورها میاد تو همون کشور پذیرای کریدور انجام میشه. برای همین تو کریدورها بجز داشتن جاده خوب، تامین امنیت هم ضروریه و اینجا باز نشون میده که رکن تامین امنیت چقدر مهمه. ایران ما از قدیم هم نقش مهمی تو راه ارتباطی بین کشورها داشته، یعنی راه ارتباطی چین و هند به اروپا و راه ارتباطی اونها به روسیه و شمال اروپا بوده. ایران ویژگیایی داره که اونو به بهترین کریدور جهان تبدیل کرده. پس اول بگیم ویژگیای کریدور خوب چیه و اون وقت ببینیم که همه این ویژگی‌ها توی ایران وجود داره. اول بگیم که ویژگی‌های کریدور خوب چیزیه که خیلی واضحه. هر کسی یکم کار اقتصادی کرده باشه میتونه بفهمه بهترین مسیر حمل و نقل کالا چیه. اما اگه بخوام خلاصه براتون بگم، اولیش اینه که باید کمترین فاصله رو داشته باشه. دوم اینه که باید کمترین زمان رو طی کنه، چون گاهی فاصله کمه اما مثلا راه پیچ پیچیه یا کوهستانیه، برای همین کمترین زمان خیلی مهمه. سومین ویژگی یک کریدور خوب اینه که قیمت خدمات تو اون کشور باید ارزون باشه. مثلا اگه 2 تا کشور بودن، فاصله و زمانشون نزدیک به هم بود، اما تو یکیش سوخت و غذا خیلی گرون بود اما تو یکیش ارزون، خب معلومه همه اونیو انتخاب میکنن که ارزونتر براشون تموم بشه. چهارمین ویژگی اینه که کالا کمتر جابجا بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید 2 تا راه دارید که همه موارد بالا توشون مشترکه، اما تو یکیش کل راه زمینیه، اما تو یکیش اول باید یه ذره زمینی برید، بعد بار و سوار کشتی کنید، دوباره برید بندر، از اونجا خالی کنید، دوباره سوار کامیون کنید و این فرایند جابجا کردن مدام کالا خب سختی داره. همه معمولاً کریدوری رو انتخاب میکنن که این دردسرا توش کمتر باشه. آخرین نکته کریدور خوب اینه که کریدور خوب باید بالاترین امنیت رو داشته باشه. پس خیلی خلاصه، بهترین کریدوره که این ویژگی‌ها رو داره: فاصله، زمان، هزینه، جابجایی توش کمترین میزانه، امنیت بالاترین میزان. کریدورهای مهمی که از آسیا مهد تولید قرار عبور کنن چند موردن. البته کریدورها چون راه اتصال شهرها هستن، گاهی شما 2-3 تا مسیر پیش پاتون هست، اما ما سعی میکنیم مشهورترین و مهمترین کریدورها رو بگیم و بعد یه مقایسه کوچولو با هم بکنیم و نشون بدیم ایران چه مزیت خارق العاده‌ای داره و ببینیم بقیه چه رقبایی هستن. وقتی دارم این مطلب رو توضیح میدم، خواهش میکنم نقشه ایران و همسایه‌اش رو بیارید تو ذهنتون تا دقیق‌تر متوجه این کریدورها بشید. ما تو این منطقه به طور کلی 2 نوع کریدور داریم که هر دوش هم به ما مرتبطه. یکیش کریدور شرق به غرب، یکیش کریدور جنوب به شمال. تو کریدور جنوب به شمال اینطوریه که محور بیشتر هنده، یعنی تولیدات پرشمار هند و اطرافش رو بفرسته به روسیه و شمال اروپا. هند چند تا بازار بزرگ مصرف داره: روسیه و شمال اروپا، ایران، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان. اینجا هند خیلی نمیتونه به پاکستان اعتماد کنه و زمینی کالاهاش رو از پاکستان و افغانستان بفرسته روسیه. چرا؟ چون هند و پاکستان اختلافات جدی با هم دارن و اصلا روی لبه جنگن. اگه هند خودش رو وابسته به پاکستان کنه، امنیتش دچار مشکل میشه. پس بهترین راه برای ارسال کالاش اینه که اول
بیاد ایران، از ایران هم به ترکیه و بعد به اروپا کالاهاش رو بفرسته. یعنی وقتی کالای هند به شمال ایران رسید، از یه طرف میتونه بره ترکیه و اروپا، از یه طرف هم میتونه بره روسیه و شمال اروپا. این راه برای هند راه جذاب و خوبیه و نقش ایران توش یه نقش اساسی. پس خلاصه این شد که تو کریدور جنوب به شمال نقش ایران حیاتیه و خیلی کسی نمیتونه این نقش رو تهدید کنه. اما تو کریدور شرق به غرب رقابت خیلی شدیده. 3 تا کریدور شرق به غرب هست که تولیدات چین و هند رو میخوان بفرستن به اروپا. اولین کریدور که به نظر ما مهمترینش هست، تولیدای چین رو میفرسته به اروپا و اسمش راه ابریشم جدید یا کمربند و جاده BRI هست. این چند وقت اخیرم چین تو این پروژه خیلی سرمایه گذاری کرده، خیلی زیرساخت‌ها ساخته شده، تو خود ایران مسئولا بهش توجه کردن و حتی چند ماه قبل خط راه آهن ایران چین تکمیل شد و یه قطار از چین مستقیما اومد ایران. توی این راه کالا مستقیما از چین با خط راه آهن میاد و به ترکیه میرسه و دیگه نه دردسر خالی کردن کشتی داره، نه دردسر جابجایی داره و این کریدور خیلی خوب و به صرف است. اما اینجا ما 2 تا رقیبم داریم که البته به جذابیت کریدور ایران نیستن، اما اگه ما حواسمون نباشه میتونن کلاً ما رو از نظر کریدوری حذف کنن و اون وقت نقش مهم اقتصادی ما رو از ما خواهند گرفت و به کشور ما لطمه بسیار جدی میزنن، حتی شاید در حد همون لطمه هایی که زمان استعمار خوردیم. اولین کریدور رقیب ما کریدوریه که از دریای خزر رد میشه. یعنی بار باید از چین بیاد، بعد برسه به دریای خزر، از دریای خزر رد شه، بره تو بندر کشور آذربایجان، بعد از محور زنگزور بره به ترکیه و بعدم بره به اروپا، که این کریدور ایران رو عملاً از شرق به غرب عالم حذف میکنه و خیلی برای ما خطرناکه. اما بدی این کریدور اینه که باید یه بار کالا رو از قطار پیاده کنن، سوار کشتی کنن و بعد دوباره که به بندر رسید سوار کامیون یا قطار کنن و بعد بفرستن ترکیه. پس از نظر جذابیت کمتر از کریدور ما جذابه، اما ترکیه خیلی دوست داره تو رقابت با ما دست برتر رو داشته باشه و بعدش نمیاد با اتحاد با آذربایجان ما رو کنار بزنه. کریدور دوم که از اینم خطرناکتره کریدور آیمکه. این کریدور فرقش اینه که این دفعه کالاهای هند رو میخواد از شرق به غرب ببره. آیمک مخفف هند، خاورمیانه، اروپا کریدور اقتصادیه. ایندیا، میدل ایست، یوروپ اکونومیک کریدور. آیمک. به این کریدور عرب مت هم میگن. هند برای اینکه به اروپا برسه گفتیم بارش رو میتونه بیاره ایران، ترکیه و بعدم اروپا. اما یه طرحی آمریکایی‌ها به هند پیشنهاد دادن که داداش تو درسته از یه جهت رفیق چینی، تو بریکس با چین هم پیمانی، اما خداییش رقیب همین دیگه. تو این کریدور بیا سمت من، ایران و ترکیه رو بپیچون، بار رو اول ببر دبی، از دبی ببر عربستان، اردن، اسرائیل و بعد اروپا. بدی این راه اینه که واسطه ها 2 تا زیاد میشه. یعنی قبلا هند کالاشو می آورد ایران و ترکیه و بعدم میفرستاد اروپا، اما الان 4 تا کشور درگیرن: امارات، عربستان، اردن و اسرائیل. اما یه فرق این کریدور برای هند داره، اونم اینه که مسیر زمینیش 1000 کیلومتر نزدیکتره و فقط 2600 کیلومتر از دبی تا حیفا راهه. خوبی دیگهش برای هند اینه که فشار به چین که رقیبشه میاره و به خاطر آمریکا یمن رو هم دور میزنه. اینجوری ایران از مسیر اقتصادی حذف میشه و اینجا بجز حذف ما تو کریدورها یه مشکل جدی دیگه هم داره و اونم تقویت اسرائیله. یعنی تقویت جایی که طبق طرح اینون میخواد کشورهای منطقه رو فروپاشی کنه. کریدور آیمک باعث میشه اسرائیل از نظر اقتصادی به شدت تقویت بشه و این خطرناکترین طرح 20 سال اخیره که دولت بایدن به طور رسمی اعلام کرد و حتی نشریات انگلیسی گفتن بزرگترین دستاورد اجلاس G20 همین کریدور آیمکه. اگه با این طرح ما از نبرد کریدوری حذف بشیم چه اتفاقی میفته؟ یکی از بزرگترین مزیت‌های اقتصادی ما از بین میره. همون جور که اگر کسی 500 سال پیش اصلاً طلا نداشت یا 150 سال پیش هیچ نفتی دستش نبود چقدر عقب میموند، ما اگر کریدورها رو ازمون بگیرن میشیم مثل کشوری که چیز زیادی در اختیارمون نیست. ما تونستیم تو این سالها توان دفاعیمون رو خیلی بالا ببریم و رکن اول اقتصادمون رو تو این سالها محکم کنیم، اما تو
رکن دوم، امروز فرصت بی‌نظیری برامون ایجاد شده که با احیای کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کل محصولات هندوچین رو میتونیم صادر کنیم و اقتصاد خودمون رو هم شکوفا کنیم. حالا تو این قسمت میرسیم به حدود 1.5 سال پیش و اون اتفاقیه که کل کریدور آیمک رو تحت تاثیر قرار داد، رابطه امارات و عربستان رو با اسرائیل کمی کاهش داد و عملاً تا اینجا کل کریدور آیمک رو حذف کرده و اونم عملیات طوفان الاقصی است که باعث شده تو این 1.5 سال کل امنیت اسرائیل به خطر بیفته و وقتی امنیت از بین رفت کل کریدور از بین خواهد رفت. عملیات طوفان الاقصی باعث شد جنگ کریدوری اسرائیل با ما فعلا به نفع ما تموم بشه و فعلا کسی این ریسک رو نکنه که تو کریدور اسرائیل سرمایه گذاری کنه. پس از این جهت عملیات طوفان الاقصی کاملا به نفع ایران و مزیت مهم اقتصادیش یعنی کریدورهاش بوده و ما حتی اگر آدم دینداری هم نباشیم باید بسیار از این عملیات ممنون باشیم که طرح خطرناک دور زدن ایران رو خنثی کرده. همونطور که توی این پادکست توضیح دادیم از بعد جنگ جهانی دوم یه پایگاه استعماری تو این منطقه راه افتاد به نام اسرائیل. اما آیا واقعا اسرائیل پایگاه استعماریه؟ سندهای این بحث کجاست؟ همچنین شما وقتی تاریخ استعمار و تاریخ جنگ‌های دنیا رو میبینید خیلی از تاثیرگذاران این جنگ‌ها یهودیان. یعنی هم تو انقلاب روسیه افرادی مثل تروتسکی و مارکس یهودیان، بابای مارکس یهودیه، هم کسایی که رئیس جمهور آمریکا رو تعیین میکنن، کسایی که فدرال رزرو آمریکا رو تأسیس کردن، اینها هم یهودیان. بعضی از قراردادهای استعماری عجیب و غریب علیه ایران هم عاملش یهودی بوده، مثل قرارداد ننگین رویترز. وقتی شما اتفاقات دنیا و اتفاقات ایران تو این تاریخ 150 ساله رو میبینید خیلی از اتفاقات یه رگه یهودی توش دیده میشه. آیا همه اینا توهم توطئه است یا واقعا یه اتفاق جدیدی تو جهان رخ داده؟ آیا واقعا نقش یهودی‌ها تو اتفاقات عالم اینقدر پررنگه یا همه اینا یه توهم توطئه است؟ برای اینکه دقیق‌تر بفهمیم پایگاه استعماری که تو این منطقه ایجاد شد چیه، دقیق‌تر بفهمیم از 70 سال قبل چطور یه سری جنگ‌ها در منطقه ایجاد شد، روابط ایران با این پایگاه استعماری چطور بود و آیا این پایگاه استعماری تو جنگ‌های ایجاد شده تو این منطقه، جنگ ایران و عراق، جنگ عراق و آمریکا، حتی جنگ آمریکا و افغانستان نقش جدی داشته یا نداشته؟ نیاز به یه سلسله پادکست داریم که توش تاریخ یهود رو توضیح بده و بعد ببینه آیا این کشوری که به اسم دولت یهود ایجاد شده چه اهداف و نقشه هایی داره و با سندهای معتبر نشون بده که آیا این دولت دوست ایرانه و در نتیجه ما باید باهاش همکاری کنیم یا بزرگترین دشمن ایرانه و بزرگترین دشمن اقتصاد و امنیت ایرانه و ما باید جدیتر باهاش مبارزه کنیم. سلسله پادکست های بعدی به نقش یهود در جهان و بعد تأسیس پایگاه استعماری اسرائیل میپردازه. قسمت های بعد رو حتما دنبال کنید. ممنون از این که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج تا حالا بیش از 120 تا پادکست تولید کرده. برای دسترسی به این پادکست ها کافی رادیو مناهج رو در گوگل، کست باکس، تلگرام، ایتا یا اینستاگرام جستجو کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد حتما اون رو به دیگران هم معرفی کنید. یا علی. رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir